بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. حمد معبودی کنم از جان و دل، کافریده آدمی از آب و گل. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. باز هم روز دوشنبه شد و در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که برنامه متعلق به خودتون هست و به سوالهای شرعی شما عزیزان پاسخ می‌دهیم. در این برنامه نیز در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب علی و بینندگان عزیز و عرضمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی و همچنین بینندگان عزیز ان شاء الله خواهم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. جناب مولانا از سوالهای SMS شروع میکنیم. اولین بیننده سوالش این است که خواستن فرق بین خمس و زکات را بدونن که در چیه و گفتن توضیح دهید که این پولها در چه راهی مصرف میشن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد زکات و تفاوت هایی که زکات اساساً با خمس دارد و خمسی که در میان فرق منتسب به اسلام تنها شیعه به آن قائل هست و به بقیه مذاهب قائل نیستند، تفاوت های متفاوتی وجود دارد. از نظر دلیل اگر نگاه بکنیم، دلایل ثبوت زکات و دلایل وجوب و فرضیت و رکن بودن زکات بسیار فراوان هست. ده ها جا در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بحث زکات به صورت صریح و شفاف مطرح شده، برخلاف خمس که خمس هیچ گونه دلیلی رو ندارد و در قرآن کریم فقط یک جا این بحث مطرح شده که اونم در واقع هیچ گونه دلالتی بر خمسی که امروزه در میان شیعه وجود دارد هیچ گونه دلالتی رو در واقع ندارد. پس بنابراین اولین تفاوتش این است که زکاتی که مسلمانان قبول دارند اون دلایل بسیار زیادی رو دارد، در حد نماز هست و در ده ها مورد حدود 80 مورد قرین با نماز ذکر شده در قرآن کریم. در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل بسیار زیادی رو دارد، اما خمس دلیلی در قرآن و در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارند. منظورم خمسی هست که امروزه شیعه میگیرند. این یک تفاوت هست. تفاوت دومش یکی از تفاوت‌های اساسی است که زکات یکی از ارکان پنجگانه دین مبین اسلام هست. بنی الاسلام علی خمس شهادت الله اله الا الله و 4 رکن عبادی هستند که نماز و زکات و روزه و حج هستند. پس بنابراین زکات یکی از ارکان اسلام هست، در صورتی که خمس از ارکان اسلام در واقع نیست. و دوم این که زکات در واقع یک اقلام مشخصی رو داره در شریعت اسلامی، یعنی بر تمام اموال مسلمانان زکات واجب نیست. اقلام مشخصی هستند، طلا و نقره و یا اصناف مشخصی از حیوانات هستند که زکات دارند و زکاتشون مشخص شده و زکات نقدین مثلا طلا و نقره و اموالی که انسان دارد 2.5% هست. اما درباره خمسی که شیعه میگیرند هیچ حد و مرزی وجود ندارد. هر چیزی رو که انسان تملک بکند در اختیار داشته باشد، چه به صورت هدیه باشد بهش هدیه بدهند، چه به حد نصاب برسد یا نرسد، از اون در واقع خمس میگیرند بدون هیچ موردی. در زکات یک فرق دیگری که وجود دارد این است که در زکات یک سقف مشخصی وجود دارد و شرایطی وجود دارد برای وجوبش که حتما باید 1 سال کامل از مال بگذرد و این که معادل در واقع 80 گرم طلا باشد. در این صورت در واقع زکات دارد که اون 20 مثقال طلا هستند. اما در مورد خمس هیچ گونه سقفی مشخص نشده در مذهب شیعه، ولی اینکه 1 ریال باشد خمس دارد به هر مبلغی که باشد. و زکاتی که
و مبلغی رو که در زکات که یک رکن از اون گرفته میشه، فرق ششمی هست که 2.5% هست فقط، همون که عرض کردم. اما در خمسی که شیعه میگیرن 20% از اموال مسلمانان رو میگیرن. خمس 1/5 از 1/5 خمس به معنی 1/5 هست، یعنی به معنی 20% هست. اما زکات 2.5% هست، یعنی 1/40. 1/40 یا 1/5. ببین تفاوت خیلی زیاد است. زکاتی که در قرآن دلیل دارد، یکی از ارکان اسلام هست، دلایل بسیار زیادی در قرآن دارد، در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دارد، در وجوبش میان مسلمانان هیچ گونه اختلافی در این زمینه وجود ندارد. مبلغش 2.5% هست، 1/40 در واقع اموال مشخص شده با شرایط مشخص شده هست. اما خمسی که علمای شیعه از شیعه میگیرن در واقع 20% هست و 1/5 مال اونا هست، بدون هیچ گونه قید و شرطی و بدون هیچ گونه ای که سقفی رو در نظر داشته باشن. اینا تفاوت‌های اصلی هست. زکات در دین مبین اسلام هست، یک حکم شرعی هست. اما خمسی که از شیعیان گرفته میشود هیچ گونه دلیلی در قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمل رسول الله و اهل بیت به هیچ عنوان ندارد. منتها برمیگردیم به مصارفش. مصارف در واقع زکات مشخص هستند که 8 گروه هستند که الله متعال می‌فرماید انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله، که این از جانب الله متعال در واقع یک فرض است. یعنی فقرا باشند، مساکین باشند. تفاوتی که بین فقیر و مسکین در واقع نقل شده از لغوی ها اینه که بعضی گفتند که مسکین اون کسی است که یک مقدار مال دارد اما کفایتش نمی کند. فقیر اون کسی است که به هیچ عنوان در واقع مال و سرمایه رو نداشته باشد. فقرا، مساکین و العاملین علیها، اونهایی که مسئول جمع‌آوری مال زکات هستند، و مؤلفه القلوب، یعنی برای مصلحت جذب قلب یک انسانی در واقع ولو اینکه پولدار هست اما به خاطر اینکه تازه مسلمان هست ما می‌خوایم که قوی‌تر باشه در اسلام، به اون بپردازیم. و برای آزاد کردن برده یا برای آزاد کردن زندانی ها و برای کسانی که مدیون هستند و فی سبیل الله در راه الله در جهاد. و همچنین آخرین موردش و ابن السبیل هست، این کسانی که مسافر هستند. اینا 8 گروه هستند که در قرآن کریم کاملا مشخص شده که زکات را باید به این افراد تحویل داده بشه. پس بنابراین بحث زکات کاملا مشخص است، هیچ گونه غباری بر اون نیست. اما زکات و خمسی را که امروز شیعه میگیرند در قرآن کریم به عنوان خمس مکاسب یا خمس در واقع مالی رو که انسان کسب میکند و حاصل میکند، هیچ گونه دلیلی در قرآن وجود ندارد. صرفا یک آیه وجود دارد درباره خمس و اونم خمس مال غنیمت است. خمس مال غنیمت که الله متعال میفرماید که وعلموا انما غنمتم من شیء، آنچه را که شما غنیمت گرفتید. این مشخص میکند که خمس صرفا در مال غنیمت است، در اموال دیگر به هیچ عنوانی در واقع خمسی وجود ندارد. وعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، این مشخص کرده. مصارف خمس هم دقیقاً مشخص شده، 1/5 مال غنیمت، یعنی مالی که مسلمانان در یک جهاد شرعی از غیر مسلمانان دریافت میکنند میگیرند. این مال رو اساساً یک خمسش فقط مال الله و رسول هست، یک خمسش، یعنی 4 قسمت دیگرش در میان خود مجاهدین تقسیم می شود. فقط 1/5 این اختیارش سپرده می شود به رسول الله صلی الله علیه و سلم و این هم مشخص شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این مال را چیکار بکند. فان لله خمسه وللرسول، مال الله هست و مال رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ولذی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل. همون مواردی رو که در مورد در واقع مصارف زکات ذکر شده بود به اضافه ذوی القربا، یعنی این مال خمس مخارج شخصی رسول الله هستند و مخارج ذوی القربا و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. برایشون که زکات در واقع جایز نیست، صدقه دادن به اونها جایز نیست. و مصارف دیگر مشترک هستند، یعنی فقرا و مساکین و ابن السبیل. مجموعاً این 5 گروه هستند. پس بنابراین زکات در قرآن دلایل متعددی رو
رو داره در حدیث رسول الله و تفاوت‌های متعددی رو با خمس دارد که خمس در واقع یک حکم شرعی نیست در خمس مکاسب و خمس اموالی که انسان کسب می‌کند، فقط صرفاً بحث خمس در مورد اموال غنیمت هست و به هیچ عنوان از این اموال غنیمت، از این خمسش مدارس دینی که باشند یا مراجع باشند یا هر کسی دیگر باشه، اینا جزء کسانی که خمس به اونا تحویل بگیرد نیست، زیرا که قرآن کریم صراحتا اینو مشخص کرده فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل. مال الله هست، مال رسول الله هست، مال ذوی القربى هست، مال مساکین و مال ابن السبیل هست. این 5 مورد هستند که این مال خمس باید به اونها تعلق بگیره. خمس اساسا از مال غنیمت گرفته می شود و اونی که از مال غنیمت هم گرفته می شود مصارفش کاملا مشخص هستند و این خمسی که در قرآن اومده هیچ ارتباطی با خمسی که امروزه علمای شیعیان میگن هیچ گونه ارتباطی و در واقع همسویی و تطابقی رو ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد سلام کردن به نامحرم، گفتن که آیا سلام کردن به نامحرم گناهه؟ چون وقتی برای خرید به مغازه میرم با اینکه صاحب مغازه آقا هست بهش سلام میکنم، فرقی نمیکنه حالا که آیا سلام کردن با آشنا باشه یا غریبه؟ لطفا راهنمایی کنید. در مورد سلام کردن به نامحرم، اهم از این که فردی رو که ما بهش سلام میدهیم زن باشه یا اینکه مرد باشه. زن بخواد به مرد سلام بده یا مرد بخواد که به زن نامحرم سلام بده. معیاری رو که در این زمینه فقها مشخص کردن عدم فتنه هست. عدم فتنه یعنی این که هیچ گونه شک و شبهه‌ای و فتنه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد و در این سلام دادن سبب یک امر محرم یا یک اختلاط نامحرم و ارتباط حرامی در واقع نباشد. اگر در واقع امن از فتنه باشد و این سلام کردن یک سلام محض هست و بس و هیچ گونه در واقع بدون دست دادن و حتی دست دادن که بحث کلی است که به هر صورت حرامه. دست دادن در واقع حرام است که هیچ گونه در اون بحثی وجود نداره. بحث ما روی سلام دادن هست، یعنی سلام زبانی در صورتی که هیچ گونه فتنه‌ای وجود نداشته باشد، به این معنی که این سبب هیچ گونه فسادی نمی شود، سلام دادن در این صورت جایز هست. و در صحیح بخاری هم یک بابی وجود داره که امام بخاری رحمت الله علیه این باب را عنوانش رو این گذاشتن باب و تسلیم الرجال علی النساء و النساء علی الرجال، که در مورد این که مردان بر زنان سلام بدن، به زنان سلام بدن و زنان به مردان سلام بدن. و در این باب چندین روایت را آورده، تقریبا 2-3 تا روایت هست در این باب. یکی از این روایت از حضرت سهل رضی الله تعالی عنه نقل شده که ایشون نقل کردند که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک پیرزالی بود که در روز جمعه ایشون فردی رو میفرستاد به بضاعه، یک باغی بود، از اونجایی که در واقع خوشهایی از خرما رو می آوردن و این یک نوع حلوایی و غذای درست میکرد روز جمعه. در این روایت اومده فاذا صلینا الجمعه انصرفنا و نسلم علیها فتقدمه الینا. ما روز جمعه نماز میخوندیم و بعد از نماز میرفتیم در نزد این خانم، این پیرزالی که وجود داشت و این غذا رو میپخت و ما میرفتیم بهش سلام میکردیم و اون غذا رو به ما در واقع تقدیم میکرد. از این حدیث استدلال کردند که بله سلام دادن بر زنان نامحرم جایز هست، منتها در صورتی که احتمال فساد وجود نداشته باشه. و علامه ابن حجر رحمت الله علیه در شرح این باب و در زیر این باب این مطلب را آورده که والمراد بجوازه ان یکون عند امن من الفتنه. مراد از جواز سلام دادن و سلام گفتن زن به مرد یا مرد به زن در صورتی هست که امنیت وجود داشته باشد از فتنه و فساد، یعنی دلیلی و این انگیزه یا در واقع سوژه‌ای برای فساد در واقع نباشد. با این شرط جایز هست و بدین خاطر است که مثلا اکثر فقها شرط کردند که مثلا سلام بدهند به زنی که در واقع پیرزال هست. سلام دادن به اون هیچ اشکالی نداره، زیرا که محل تهمت نیست و محل فساد نیست. این محل تهمت نبودن و محل فساد نبودن رو اینو یک معیار قرار دادن. اگر در یک جایی هست که مرد میدونه اگر سلام بده این باعث تهمت می شود، باعث فساد می شود، باعث بدنامی می شود، یا برعکس اگر زن به مردی سلام بدهد این باعث تهمت و فساد می شود، این اولاتر است که سلام ندهند. اما در صورتی که زمینه‌ای برای فساد و برای تهمت زدن و برای در واقع زیر سوال رفتن حیثیت آبرو نداره، سلام گفتن هم جایز است، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعت شرعی ندارد. سپاسگزارم از شما.
بیننده بعدی پرسیدن که وقتی پریود یا شیطانی می شدم بلد نبودم غسل بگیرم. بعد از چند سال یاد گرفتم. الان وقتی نماز می خوانم فکر می کنم نمازم درست نیست. باید چیکار کنم؟ آیا نماز و روزه هم درسته؟ سوال ایشون دقیقاً یعنی زیاد مفهوم نیست که بلد نبودن غسل بکنند یعنی چی؟ یعنی این که روش خاص غسل رو بلد نبودند یا این که اساساً اصلا غسلی رو انجام نمیدادند. در مورد کیفیت خود غسل لازم نیست که شما یک کیفیت خاصی رو بلد باشید. در مورد غسل کفایت می کند که شما نیت غسل رو داشته باشید، نیت طهارت رو داشته باشید و تمام بدنتان را آب بگیرید، یعنی غسل شرعی رو انجام دادید. کسی همراه با نیت، یعنی این که از حالت جنابت خارج بشود، تمام بدن خودش را آب بگیرد، این غسل صحیح هست و مجزی هست و کفایت می کند. این مورد اول هست. اما اگر منظورشون از این که غسل نمی کردند اساسا یا اینکه نمی فهمیدند که حکم شرعی این است که مثلا زن بعد از عادت ماهیانه یا بعد از نفاس باید غسل بکند یا بعد از جنابت غسل بکند، اساسا این حکم شرعی رو نمیدونستند و بدین خاطر غسل نمی کردند، این در واقع یک نوع ضعفی از خود این خانم یا در واقع آقایونی هست که این حکم رو در واقع نمیدونستند. انسان مسلمان باید در مورد یاد گرفتن و فراگیری احکام شرعی باید کوشا باشند. حداقلش این است که این فرایضی را و اساسیاتی را که وجود داره اینها را به هر صورت باید انسان یاد بگیرد و فرا بگیرد از پدر و مادر خود، از نزدیکان و خویشاوندان خود، از کتاب‌هایی که در این زمینه وجود دارند، از علمایی که در منطقه وجود دارند. این اساسیات و فرایض اصلی اسلام را باید فرا بگیرند. این یک نقطه دیگر در این زمینه که اگر یک شخصی به خاطر عدم آشنایی با احکام اسلام، به خاطر عدم دانستن حکم غسل و جنابت قبلا اصلا غسل نمی کرده یا غسلش اساسا اشتباه بوده، نیت نمی کرده، یا بعد از عادت ماهیانه و نماز را که می خونده بر اساس این غسل و طهارت می خونده، یعنی بدون غسل مثلا نماز می خونده، یعنی که غسل درستی نبوده، بدون نیت بوده و این نماز رو در واقع می خونده. در این زمینه علما یعنی اختلاف دیدگاه و نظر دارند. بسیاری از علما نظرش این است که این فرد باید تمام نمازهایی رو که بدون غسل خوانده یا با غسل نادرست خونده اونها رو باید قضا بیاورد. یعنی این عذر شرعی به حساب نمیاد. عذر شرعی رو براش حساب نمی‌کنن، زیرا که در محیط اسلامی بوده، در جامعه اسلام بوده و این جزء اساسیات دین هست که این موارد رو باید یاد بگیرن. بدین خاطر گفتند که چون این فردی معذور شرعی نیست، پس بنابراین نمازهایی که قبلا با اون غسل خونده یا بدون غسل خونده اونها رو باید قضا بیاورد. اما نظر بنده در این مورد این هست که قضا آوردن نمازهایی که قبلا میخونده بر ایشون لازم نیست. فرضاً ایشون در چند سال گذشته فرض بکنیم که بعد از عادت ماهیانه غسل نمی کردند یا بعد از جنابت غسل نمی کردند، زیرا که نمی دانستند که در واقع غسل بر ایشون واجب هست و برای اینکه نماز بخونند یا روزه بگیرند مثلا غسل بکنند و این حکم شرعی رو در واقع نمی دونستند، بر ایشون قضا آوردن نمازهای گذشته که بدون غسل و بدون طهارت می خوندند بر ایشون لازم نیست و ایشون از نظر شرعی معذور شمرده می شوند. در شریعت اسلامی و در روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده شبیه این مورد را پیش اومده برای افرادی و اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایشون دستور ندادند که نمازهای گذشتهتون رو قضا بیاورید. اونها رو دوباره موارد دقیقاً این مورد نبوده اما شبیه به این موارد هست. به طور مثال روایتی هست در صحیح بخاری و صحیح مسلم که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کرده، حدیث خیلی معروفی هست که معروف است به حدیث مسیء للصلاة، اون کسی که نماز را اشتباه میخوند، که حضرت یک بیابان نشین بود به نام خلاد ابن رافع فکر کنم. ایشون اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم اون گونه که ابو هریره تعریف میکند رفتن داخل مسجد و رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند. ایشون رفتن یک گوشی 2 رکعت نماز خوندند و بعد از اینکه 2 رکعت نمازشون تمام شد اومدند محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و سلام گفتند و رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب ایشان را پاسخ دادند و بعد از این فرمودند ارجع فصلی فانک لم تصلی، برگرد برو دوباره نماز بخوان که تو نماز نخواندی.
این بنده خدا رفت و دوباره شروع کرد همون جایی که قبلا رفته بود 2 رکعت نماز دیگر خوند. دوباره اومد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام گفت و بعد از جواب سلام ایشون فرمودند که ارجع فصلی فانک لم تصلی. 3 مرتبه این امر تکرار شد. مرحله 4م ایشون گفت که یا رسول الله من غیر از این نمازی بهتر بلد نیستم، علمنی یا رسول الله، یا رسول الله به من آموزش بده. نمازی که من خوندم همین نمازی هست که 3 مرتبه از من نماز میخونم، شما میفرمایید که ارجع فصلی فانک لم تصلی، برو دوباره نماز بخون که تو نماز نخوندی. الان وجه شاهد در این روایت هست این است که رسول این فرد همیشه این گونه نماز میخونده، نمازهای گذشتهش همیشه این گونه بوده. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشون نفرمودند که برو نمازهای گذشتهت رو هم چیکار بکن، اعاده بکن، زیرا که این نماز خوندنی که تو میگی این نماز خوندن روش صحیحی نیست. این یک دلیل هست در این مورد. و دلیل دیگری در مورد حضرت عمار هست و حضرت ابوذر و همچنین حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه. روایت صحیح است در صحیح بخاری و صحیح مسلم که حضرت عمار رضی الله تعالی عنه و همچنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما در یک سفری وقتی که جنابتی بر اونها در واقع لازم شد، حضرت عمار رضی الله تعالی عنه اونگونه که در روایت اومده میگه من مانند حیوان رفتم تو خاک غلطیدم، یعنی مانند حیوان رفته در خاک غلطیده و بعد از آن نماز خونده به عنوان تیمم خود بس غلطیده بود توی خاک و نماز خودش رو خونده بود. اما سیدنا عمر رضی الله تعالی نماز نخونده بود تا زمانی که به آبی برسند و طهارتی رو حاصل بکنند. بعد از این که اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت عمار تعریف کرد که یا رسول الله من این گونه کردم، تمرقت کما کالحمیر، در بعضی روایات اومده من مانند حیوان توی خاک خودم رو غلطوندم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت اومده که ایشون فرمودن انما کان یکفیک هکذا، این گونه عمل میکردی برای تو کفایت میکرد. فضرب النبی صلی الله علیه و سلم بکفیه الارض و نفخ فیهما ثم مسح بهما وجهه و کفیه. میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستهایش رو زدند بر زمین و بعد از اون در دستهای خودشون دمیدند، پف کردند و بعد از اون چهره خودش رو مسح کردند، یعنی بر صورت خودشون مالیدند و کفیه و 2 دست خودش رو مالیدند. گفت این کار میکردی برای تو کفایت میکرد. این روش صحیح تیمم بود. در روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم هست و روایت از حضرت عمار ابن یاسر هست. الان مطلبی من میخوام از این استشهاد بکنم این است که با این که حضرت عمار رضی الله تعالی عنه وضویش درست نبوده، تیممش تیمم درستی نبود، زیرا که تیمم درست این است که با این کیفیت باید تیمم میکرد. تیمم ایشون درست نبود، نماز خونده بود با همین که در خاک غلطیده بود. حضرت عمر که اساسا نماز نخونده بود، صبر کرده بود تا اینکه به آبی برسد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ کدام از اونها دستور نداد که بروید نمازهای خودتون چیکار بکنید، دوباره اعاده بکنید. و این در واقع در محل بیان بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم باید توضیح میدادن. وقتی که توضیح ندادن معنیش این است که چنین حکمی بر ایشون لازم نیست. پس بنابراین بیان به این خواهر عزیز عرض میکنم که نمازهایی که قبلا از شما فوت شده، اون نمازها که با اون در واقع بدون غسل یا غسل ناقصی خوندن، اون نمازها ان شاء الله که الله تعالی به خاطر این که شما نمیدونستید حکم شرعی رو در این مورد، اونها را از شما میپذیرد و اعاده و قضا آوردن اون نمازها بر شما لازم نیست. و نمازهایی که از این به بعد میخونی و با غسل هست و با اون کیفیت صحیح طهارت هست، قطعا نزد الله تعالی ان شاء الله قبول خواهد شد و به خاطر عدم صحت طهارت اونها رد نمیشه در صورتی که طهارتشون کاملا درست باشه. و به این مناسبت من میخوام عرض بکنم در مورد موجبات غسل که در چه جایی و در چه حالتهای غسل بر انسان واجب می شود. زیرا که بسیاری از بینندگان سوالاتی رو که بارها در این زمینه اومده و تکرار هم می شود که غسل در چه زمانی و با چه کاری بر انسان واجب می شود. موجبات غسل اون چیزی که در واقع مورد اتفاق هست 3 یا 4 مورد هستند. 3 یا 4 مورد هستند که جز موارد اجماع هستند، یعنی تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت این موارد رو اتفاق نظر دارند. اولین موردش انزال هست، یعنی انزال منی هست به تعبیر امروزی، یعنی ارضا شدن اهم از این که زن باشد یا مرد باشد. خروج منی و آب شهوت از بدن انسان اهم از این که زن باشد یا مرد باشد. دلیلش هم حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم و در صحیح ابو داود که یک روایت بسیار معروف و مشهوری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الماء من الماء، الماء من الماء، یعنی آب از آب واجب می شود.
یعنی آب غسل از آب منی واجب میشد، یعنی با خروج آب منی و آب شهوت از بدن انسان آب غسل واجب میشد، این که باید بره زیر دوش و در واقع غسل بکند. و روایت دیگری هم در این زمینه هست، در سنن ابو داود و در سنن نسائی هم ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا فزحت الماء فاغتسل، وقتی که آب از بدنت خارج شد، یعنی همون آب منی، آب شهوت که در واقع به معنی ارضا شدن انسان از اون در واقع اوج شهوت هست، که وقتی که این آب از بدن خارج شد برو بس غسل بکن. پس بنابراین اولین موردی که بر انسان غسل را واجب می کند خارج شدن منی هست و آب شهوت هست. این خارج شدن آب منی هیچ گونه تفاوتی رو نداره که این در حالت خواب باشه، انسان خواب باشه، خواب ببیند، جنوب بشود، به تعبیر عامیانه شیطانی بشود، یا این که در حالت بیداری باشه، به خاطر تفکر باشه، به خاطر خیال پردازی باشه، به خاطر استمنا باشه، به هر موردی که باشه، چه در خواب باشد یا در بیداری باشد، این در واقع موجب غسل هست. غسل بر انسان واجب می شود. اما اگر به خاطر در واقع بیماری بود، به خاطر بیماری یک انسانی مریض هست، یک مشکل فرض کنید که کمر دارد، بدون این که احساس شهوت بکند منی از اون خارج می شود، این به خاطر یک نوع بیماری هست، به خاطر شهوت نیست. در این صورت در واقع بر ایشون غسل واجب نمی شود. اگر خروج آب منی همراه با شهوت باشد، اهم از این که در بیداری باشد یا در خواب باشد، چه عمدی باشد یا غیر عمدی باشد، غسل بر انسان واجب می شود. اما اگر به خاطر بیماری باشد، در این صورت غسل واجب نمی شود. و نکته دیگری این که بالفرض بعد از خروج منی اگر یک فردی رفت و غسل کرد و بعد از غسل دوباره منی خارج شد، بعد از غسل دوباره منی خارج شد، اهم از این که مرد باشد یا زن باشد، این خروج منی بعد از غسل این معتبر نیست، یعنی غسل دیگری بر این افراد لازم نیست، همون غسل اولی کفایت میکند، فقط به وضو بگیرند. اگر بعد از غسل کردن چیزی از بدن انسان خارج شد، غسل دوباره بر ایشون لازم نیست، همون وضو کفایت میکند که تنها وضو بگیرد. پس بنابراین اولین چیزی که غسل را واجب میکند خروج منی یا همون انزال هست. مورد دوم که تعبیری که در کتاب‌های فقهی اومده همون جماع هست، همبستری، یا حتی به تعبیر دقیق ترش التقاء ختانین هست. التقاء ختانین یعنی رسیدن دو جای ختنگاه به ختنگاه مرد و زن در واقع برسن، که این کنایه هست از همون جماع و همخوابگی که در میان زن و شوهر در واقع اتفاق میفته. و دلیلش هم حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که ایشون میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا جلس بین شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، یعنی زمانی که دخول انجام بگیرد و مرد و زن با هم دیگر آمیزش رو انجام دادن فقط وجب الغسل، غسل واجب شده. این روایت که از روایت ابو هریره هست هم در صحیح بخاری هست و هم در صحیح مسلم هست. و در صحیح مسلم یک نقطه اضافه بر روایت صحیح بخاری دارد که در صحیح مسلم اومده و این لم ینزل، گرچه انزالی صورت نگیرد، یعنی همبستری صورت گرفته بدون از ارضا و بدون از انزال، هنوز کارشون تمام نشده، باز هم غسل بر اونها چیکار هست؟ واجب می شود. و در این زمینه روایات دیگری هم وجود داره که دلیل بر این مطلب هستند. پس بنابراین موجب اول انزال هست و موجب دوم جماع و همبستری هست. مورد سوم و چهارم حیض و نفاس هست. حیض و نفاس یعنی عادت ماهیانه زنان یا این که خونی که بعد از زایمان در واقع از رحم زن خارج می شود که حیض و نفاس گفته می شود. اینو هم دلیلش در قرآن هست و هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر دو تا مخصوص زنها هستند و حکمشون دقیقاً یکی هست. حکمشون دقیقاً یکی هست، یعنی این که در این زمان یعنی همبستری زن و شوهر با هم دیگر جایز نیست، روزه گرفتن جایز نیست، نماز خوندن در این زمان جایز نیست، بنابر رأی قول راجح حتی خواندن قرآن هم در این ایام جایز نیست مگر برای ضرورت. الله متعال در این زمینه در این که در مورد حکم حیض فرمودن، در این مورد فاعتزلوا النساء فی المحیض که در هنگام محیض عادت ماهیانه از زنها دوری بکنید، ولا تقربوهن حتی یطهر فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله، تا زمانی که زنان پاک نشدن شما با اونها مقاربت
نکنید و وقتی که پاک شدن و تطهر کردن یعنی غسل کردن بعد از اون دیگر در واقع اون ممنوعیت ها برداشته می شود. و همچنین روایتی هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به فاطمه دختر ابی حبیش که اومده بود در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوالی از این قبیل داشت، ایشون فرمودن اذا اقبلت الحیضه فدعی الصلاه و اذا ادبرت فاغتسلی و صلی، که این روایت هم صحیح است که وقتی که حیضت شروع شد نماز را رها بکن، یعنی نماز نخون. وقتی که حیض تمام شد و اذا ادبرت فاغتسلی و صلی، غسل بکن و بعد از آن نماز بخون. پس بنابراین در این 4 مورد غسل بر انسان واجب می شود. خروج منی یا در واقع جماع کردن، همبستری و حالت بعد از حیض و بعد از نفاس. بعد روایات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در بعد مثلا غسل میت هست یا غسل دخول در اسلام هست و غسل روز جمعه هست که بسیار از علما این موارد رو هم جز موارد غسل واجب شمردند. اما در این زمینه اختلاف دیدگاه وجود دارد. این 4 موردی که عرض کردم موارد اتفاقی هست که به اتفاق تمام علما و مذاهب در این موارد غسل بر انسان واجب میشه. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی آقا محمد از زاهدان هستند که گفتن آیا گفتن به طفیل رسول الله یا فلان ولی هنگام دعا جایز است؟ لطفاً از نظر فقه حنفی بیشتر توضیح دهید. بفرمایید. در مورد سوال این بینندهمون عرض بکنم که اساساً در مورد اصل توسل از دیدگاه اسلام و از تمام مذاهب اسلامی یک امر جایزی هست. در اصل جوازش هیچ گونه شک و شبهه‌ای رو در واقع وجود نداره. و ابتغوا الیه الوسیله در آیات قرآن اومده و عملا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. تا در مورد توسل‌های جایز و غیر ناجایز، این دعا کردن یک عبادت هست. الدعا هو العباده، که این دعا کردن یک نوع عبادت هست و عبادات توقیفی هستند. یعنی کیفیت انجام عبادت فقط و فقط از جانب الله و رسول باید مشخص بشود. از جانب خود انسان این چون این حقی رو هیچ کسی رو ندارد که کیفیت عبادت رو در واقع بیاید و تدوین بکند یا هر چی دلش میخواد با یک کیفیتی الله متعال را عبادت بکند. اینها توقیفی هستند به این معنی که هیچ کسی حق هیچ گونه دخل و تصرفی در این مورد ندارد. توسل هایی که جایز هستند از دیدگاه عموم اهل سنت و الجماعت، 4 مذهب اهل سنت و الجماعت، توسل به نام الله متعال و صفات الله متعال کاملا جایز هست که این لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، که الله متعال اسماء حسنا دارند و از الله متعال را در واقع با این نام ها بخوانید و توسل بکنید. توسل به نام های الله متعال و به صفات الله متعال جایز، هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. هیچ عالمی از علمای اهل سنت نگفته که این مورد در واقع حرام هست یا مکروه هست یا ناجایز هست. توسل به نام الله، به صفات الله متعال جایز هست. توسل کردن به عمل صالح جایز هست، عملی که خودتان انجام دادید. توسل کردن به ایمان و اعتقاد جایز هست. توسل کردن به محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز هست، به این معنی که توسل بکنید که پروردگار به خاطر محبتی که در قلب من برای رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد فلان حاجت مرا برآورده بکن. هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره، کاملا جایز هست. توسل کردن به دعای یک انسان نیک و صالح که شما بروید از اون طلب دعا بکنید جایز هست، هیچ اشکال شرعی در این مورد ندارد. توسل کردن به گناهی که انجامش ندادید هم جایز هست، به استدلال حدیث 3 نفری که در غار در واقع گرفتار شده بودند. اینها توسل‌های جایزی هست، مشروع هست که در آیات قرآن، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دلایلش کاملا واضح و مشخص است. اما توسل‌های دیگری که وجود دارند اون توسل‌های نامشروعی هست. توسل کردن مثلا به یک قبر باشد، به یک مرده باشد، به یک حیوان باشد، به فرض بکنیم به یک جمادی باشد، به یکی از نباتاتی باشد، به یک درختی باشد، به پیر و پیغمبر و زیارتی باشد، توسل‌های نامشروع هستند اینها. یعنی این که این موارد از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیلی رو ندارند. وقتی که دلیلی رو ندارند یعنی انجام دادنش هم برای ما جایز نیست، یک کار غیر مشروع هست.
چرا ما باید بهترین توسل را که الله متعال ما رو دستور داده که توسل به اسما و صفات الله متعال هست و همچنین توسل به ایمان و اعمال صالح هست، اینها رو رها بکنیم، برویم سراغ مواردی که اصلا نمیدونیم که آیا این توسل جایز هست یا جایز نیست. اساسا این موارد آیا وسیله قرار میگیرن برای تقرب به الله متعال یا قرار نمیگیرن. اون مواردی رو که وسیله هستند از نظر شرعی که در واقع دعا به اسماء و صفات الله متعال هست، دعا به خاطر توسل به ایمان هست، به عمل صالح هست، به دعای انسان نیک و صالح هست، به محبت قلبی که انسان با الله و با رسول الله و با دین دارد، اینها وسیله های شرعی هستند که در شریعت اینها تعریف شدند. اما توسل به پیر و به پیغمبر و به یک انسان به ذات یک فردی که در واقع چه زنده باشد یا مرده، اینها مواردی هست که از دیدگاه علمای اهل سنت و الجماعه چنین مواردی جایز نیست. اما از آنجایی که ایشون سوالشون در واقع محدد و مشخص بود که گفته بودن به خاطر به طفیل رسول الله صلی الله علیه وسلم، این بحث به طفیل رسول الله صلی الله علیه وسلم یا به حق رسول الله یا به جاه رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینها بازم جزء موارد توسل نامشروع هستند، یعنی دلیل شرعی در این مورد وجود ندارد و تمامی روایاتی که در این زمینه اومده روایات نامعتبری هستند، روایات ضعیف و غیر معتبری هستند که نمی شود یک حکم شرعی رو از این موارد چکار بکنیم؟ استدلال بکنیم. اضافه بر این خصوصا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، ائمه مذهب امام ابو حنیفه با صراحت تمام حکم این مسائل رو کاملا مشخص کردند. خود شخص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردان معروف و زبده ایشون امام ابو یوسف رحمت الله علیه و همچنین امام محمد رحمت الله علیه که اینها در واقع سه اصل مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند، صراحتا در کتاب‌های متعددی از مذهب حنفی این وارد شده که دعا کردن به حق انبیا و به حق فلان انسان و در واقع به طفیل فلان انسان این جزء مواردی هست که جایز نیست. به طور مثال این جمله رو در یکی از کتاب‌های معروفی که احناف دارند، دقیقاً کتابی هست که پشت سر من گذاشته، کتاب بدایع الصنایع که یکی از کتاب‌های معروف فقهی در مذهب امام ابو حنیفه است که بدایع الصنایع که نوشته علامه کاسانی هست. در این کتاب صراحتاً این مطلب اومده که و یکره للرجل ان یقول فی دعایه، مکروه است برای انسان که در دعای خود اینطوره بگوید که اسألک بحق انبیائک و رسولک و بحق فلان. میگه مکروه است که انسان در دعای خودت بگوید پروردگارا من به حق پیامبر تو رو سوال میکنن یا به حق انبیا و رسولان سوال میکنن، به حق فلان انسان فلان ولی از تو سوال میکنن. این دعای مکروه است. در تعبیرش و در تعلیلی که آورده این گونه تعلیل میکنند که لانه لا حق لاحد علی الله، زیرا هیچ انسانی بر الله متعال الله جل جلاله هیچ گونه حقی رو در واقع ندارند. این جمله و این عبارت در کتاب‌های متعددی از اهل سنت و الجماعت در واقع نقل شده. به طور مثال در کتاب تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق هست که از معروف‌ترین کتاب‌هایی هست که در مذهب احناف وجود داره و همچنین در کتاب هدایه و شروعی که هدایه دارن مانند العنایه و کتاب البنایه که شرح هدایه هست که علامه عینی کتاب رو نوشتند و همچنین فتح القدیر که شرح هدایه است باز هم که علامه ابن همام رحمت الله علیه نوشتند و کتاب‌های دیگری مانند مجموع الانهر و درر الاحکام و کتاب‌های دیگری. صراحتا این موارد تبیین شده که در مذهب امام ابو حنیفه دعا کردن به طفیل رسول الله، به جاه رسول الله، به حق رسول الله، اینها مواردی هست جزء توسل‌های نامشروع هستند. حتی در فتاوای تاتارخانیه که حتی علامه حسفکی در کتاب دارالمختار همین در واقع نقل کرده که از امام ابو یوسف رحمت الله علیه نقل کرده که ایشون از استاد خودشون نقل میکنند که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند، میگه که لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به،
این صراحت داره که لا ینبغی لاحد ان یدعو الله الا به، مناسب نیست که کسی این الله متعال را صدا بکند، یعنی توسل بکند در دعای خودش، الا به، مگر به خود الله متعال. و دعاء المأذون فیه المأمور به ما استفید من قوله تعالی، و دعایی که مأذون هست، مشروع هست که الله متعال به آن اجازه داده، این دعایی هست که از این آیه برگرفته می شود که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله متعال اسماء الحسنى دارد، شما از اونها در واقع توسل بجوید، با این نام ها الله متعال را یاد بکنید. در شرح عقیده طحاوی این جمله نقل شده از حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه که دعا به حق فلان و به حق انبیا و رسول این در واقع جزء موارد مکروه است. پس بنابراین تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت در این زمینه اتفاق نظر دارند که بهترین دعا به اسماء الحسنى هست، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اما دعا کردن به حق فلان و به حق انبیا و به حق رسول الله و به جاه رسول الله و به طفیل رسول الله، مواردی از این قبیل، یا غیر رسول الله به فلان ولی و به فلان عالم و به فلان نمیدونم پیر و پیغمبر، اینها جزء دعاهایی هست که از نظر فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دعاهای مردود و غیر مشروعی هستند، و نه در یک کتاب بلکه در ده ها کتاب از کتابهای اهل سنت و الجماعت، اهم از مذاهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا احمد ابن حنبل و دیگر مذاهب، این به صراحت در واقع از خود ائمه بیان شده و هیچ مجالی برای در واقع اجتهاد در این موارد وجود نداره. اگر ما واقعا پیرو ائمه اربعه خودمان هستیم، پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم، قول ایشان و مذهب ایشان، اعتقاد ایشان در این موارد همین چیزی هست که امام ابو یوسف رحمت الله علیه نقل کرده و در کتاب‌های متعدد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وجود دارد. پس بنابراین دعا کردن، در دعا توسل کردن به طفیل رسول الله، به حق و به جاه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا به هر کسی دیگری باشد، به هر پیر و پیغمبری باشد، به هر عالم و نمیدونم که ولی باشد، در واقع جایز نیست. منتها توسل جستن به در واقع محبتی که ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، این جایز، هیچ گونه اشکال نداره، زیرا که این عمل انسان هست. من چون که با الله متعال محبت دارم، محبت الله و رسول الله را در قلب خودم ایجاد کردن، میتونم که به این عمل خودم توسل بکنم. پروردگار به خاطر محبتی که من با رسول الله دارم فلان حاجت مرا برآورده بکن، این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما به طفیل رسول الله، به حق رسول الله، به جاه رسول الله، به مکانت رسول الله، به ارزش رسول الله، اینها جز مواردی هست که در شریعت هیچ گونه جایگاهی رو در واقع ندارد و خلاف مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. بله، جزاکم الله خیر و با این توضیح مفصلی هم که دادین تشکر میکنیم. بیننده بعدی سوالشون در مورد تیمم است که گفتن اقالی از قشم هستن، گفتن دست چپم مصدوم شده، چجوری تیمم بگیرم؟ و از اتاق فرمان هم خواهش میکنم که شما تماس بیننده ها را زیرنویس بکنن. اساساً بر انسان وضو لازم هست که ایشون باید وضو بگیرند. صرفاً یک دستشون در واقع مصدوم هست، میتونن با دست دیگرشون وضو بگیرند، یعنی دست راستشون کاملا میتونن بشویند، صورتشون رو میتونند که بشویند، پاهاشون رو میتونند بشویند، سرشون رو کاملا میتونند که مس بکنند. پس بنابراین باید وضو بگیرند. وقتی که استفاده کردن از آب برایشون میسر هست، اساساً ایشون باید وضو بگیرن و در هنگام وضو لازم نیست که دستی رو که مصدوم هست یا گچ گرفتن یا باند پیچی هست، لازم نیست که ایشون رو در واقع آب بگیرند و بشورند. کفایت میکنه دست خیش رو بر روی باند و بر روی گچ بکشد، این اندازه کفایت میکنن. تیمم برای ایشون اساساً جایز نیست. حکم اصلیشون همون وضو هست، وضو بگیرن، اعضای دیگر، اعضای سالم را بشویند و این عضوی که شکستگی دارد و گچ گرفتن اون رو یا در داخل باند هست، این با دست تر و خیس و مرطوب این در واقع بر اون جبیره یا منباند مس بکنن، این کفایت میکنه. بعد از اونم تیمم لازم نیست؟ نه، تیمم دیگه لازم نیست. خود همین وضویی که هست، این وضویش کاملا درسته. برخی از اعضا را که شستنشون ممکن هست اونها رو بشوید و این عضوی که زیر گچ هست اینو صرفا مس بکند و شستنش لازم نیست و با این طریقه وضویش کاملا درست است. اما اگر کسی به صورت کلی نمیتواند که وضو بگیرد، وضو گرفتن براش اساساً میسر نیست، امکان نیست، یا مریضیش را اضافه میکند یا تمام اعضایش در واقع این گونه هستند که نمیتواند که مجروح هست، نمیتونند که وضو بگیرند، در این صورت میتواند که تیمم بکنند. جزاکم الله خیر.
تماس های بینندگان وصله. اولین بیننده رو میگیریم. لطفاً صدای گیرنده را از الان کسانی میخوان تماس بگیرن کم بکنن و از طریق تلفن صدای ما رو بشنون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. وصال حق در خدمت شما هستیم، بفرمایید. یک سوالی داشتم. اگر کسی ریش خودش را چی بزنه، یعنی 2 سانتی باشه بلندتر نباشه، ریش خود را میکنم که حتما بزرگ باشه. ببخشید سوال دوباره تکرار کنین چون صدا خیلی پایینه. من یک کسی اگر بخوام ریش خودش را چی بزنم 2 سال باشه، 3 سال بلندتر نباشه، خیلی گناه داره. اگر نه که حتما نگاه میگن ارزه باشه، باید بزرگ باشه. بله انشالله پاسخ دریافت میکنیم. درست سوال بله سوال واضحه. خیلی ممنون از برنامه، خیلی خوب. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. بیننده از تاجیکستان، لطفا صداتون هم یک کمی بلندتر کنید چون صدا خیلی پایینه. بفرمایید. تشکر میکنیم از برنامه خوبتون. سلامت من باشید. در برای روزهای نافله در روزهای دوشنبه و پنجشنبه اگر نیت روزه گرفتن کنید، اگر نیت روزه دوشنبه و پنجشنبه در این روز روزه بخوره، آیا گرفتن این روزه به طور مدیل شد؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر از برنامه. سلامت باش. تشکر میکنم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. وصال حق است. وصال حق و برنامه پرسش پاسخ صدای شما داره پخش میشه. من استاد یک سوال داشتم. بله. همه حدیثی لا تتوضا بالماء. بخشین صداتون داره قطع وصل میشه، صداتون واضح نیست. یکم بلندتر صحبت بکنید. حدیثی که آب مشان طهارت برات را سبب میشه، همین حدیث. بیننده عزیز صداتون برای ما واضح نیست، اگه لطف کنید دوباره تماس بگیرین متشکر میشیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد بزرگوار. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض ادب دارم حضور محترم شما، مجد محترم. سلامت باشید. بزرگوار برادر عزیزم، محمد هستم از ایران. بله آقا محمد عزیز معروف حضور هستن، بفرمایید. من یک چند تا سوال داشتم از استاد بزرگوار. یکی این که راجع به ماه رجب که میگن، حالا نمیدونم ماه رجب یک روزه گرفتن بهش واجبه، حالا ثوابش بیشتر از ماه رمضان. یکی روزه گرفتن در ماه رجب. یکی اینم که حتما باید در نماز که میخوایم نماز بخونیم، آیا حتما باید نیت رو بگیم یا همین که مثلا من بلند میشم برای نماز ظهر همون کافیه فقط بگم الله اکبر، که نیتم اینه که مثلا نماز صبح بخونم یا ظهر بخونم. دوم این که استاد عزیز، ما یه طلایی میذاریم پیش کسی امانت، مثلا میگیم ما 1 میلیون احتیاج داریم، ایشون این طلا رو میگیرن و به ما میگن شما ماهی 40 تومن به من بدید، 40,000 تومن. هر وقت هم پول طلا رو جور کردید 1 میلیون رو بیارید بدید، طلاتون رو بگیرید. آیا این جایزه؟ آیا این حلاله؟ که نمیدونم حالا متوجه شدید؟ یعنی وقتی که پول طلا میخوایم بگیره پول کامل میگیره دیگه، این 40,000 مثلا ما 1 میلیون تومان طلا رو میدیم به قیمت همون طلا، مثلا طلای ما 1 میلیون ارزش داره، میدیم به اون طرف میگیم ما 1 میلیون احتیاج داریم، ایشون 1 میلیون طلای ما رو میگیره به ما 1 میلیون تومان پول میده. بعد
علاوه بر اون میگه شما مایی 50 تومن 40,000 تومن بدید، هر وقت پول طلا جور شد یه جا بیارید بدید طلاتون رو بگیرید. بله سوال واضحه. ان شاء الله حالا پاسخ میخوام داریم. ببینم این جایزه نمیدونم متوجه شدی در بله سوال واضحه. دست گلتون درد نکنه. سلامت ماه استاد عزیزم و شما رو میبوسم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. خداوند بهتون سلامتی بده انشالله. سر بلند باشین. قربون همتون برم، پایدار باشید، خدا از همتون راضی باشه. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. سلام خدمت شما. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. عبدالله هستم از افغانستان. عبدالله از افغانستان، در خدمت شما هستیم. سوال داشتم. جناب مولوی صاحب، یک شخصی نمیخواد که خانم خود طلاق بده، یعنی خانم خود دوست داره و زندگیشون هم خوب است، اما یک حالت واقعی میشه که بینشون جنگ و دعوا صورت میگیره. در این جنگ و دعوا یک صورت میگیره، همین مرد از روی عصبانیت خانم خود میگه که برو خانه پدرت یا برو کارت ندارم. در اصل اگر بررسی بکنیم هیچی تو هدفی نداره که برای خانمش طلاق بده، اما در امون لحظه ای که امین لفظ کنایه از دهانش میبرایه نیتش مشخص نیست. در این صورت چون نیت ازی بررسی میشه؟ بله سوال داریم؟ بله سوال واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه ای که مثلا اگر کسی نامزاد میشه عقد صورت میگیره، اگر احیانا نامزادها با هم میشینن میخیزن خلوت میکنن، با عرض مدرد غیر از جماع دیگه هر کار دیگه در بینشون آزاد میباشه، آیا این همبستری گفته میشه؟ بله سوال دیگه دارین؟ برنامه خدا شما سلامت باشه. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سبحان هستم از تاجیکستان. بفرمایید سوال شرعیتون رو مطرح کنید برادر عزیز از تاجیکستان. آیا انسان از راه اجتماع قرضدار شود؟ سوال دوباره بفرمایید. آیا انسان یک مرد از راه اجتماع قرض شود؟ قمار سرآمد از راه اجتماع قرضدار شود؟ از راه قمار قرضدار شود؟ قمار بله. پس وفات یا بعد آیا قرضدار این از دیدگاه اسلامی اعتبار دارد؟ بله سوال دیگه هم دارین؟ نه رحمت الله. تشکر میکنیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بله السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد گرامیتون. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. مؤمن هستم از افغانستان تمامی داشتم. در خدمت شما هستیم. اگر لطف کنید موقعی که برنامه‌تون زنده است بیش تکراریش بزنید که تکراری برنامه‌تون پخش میشه. تشکر میکنم از شما. بله انشالله ابلاغ میکنیم و بعد از اینکه برنامه تموم شد وقت تکرار برنامه هم پخش میشه. اگر یکمی صبر کنید بعد برنامه تموم بشه پخش میشه. نه نیست که در عین حالتی که برنامه شما زنده است اگر لطف کنید زیرنویسی مثلا همون برنامه را تکراریش زیرنویس بزنید تشکر میکنم از شما، چون برنامه‌تون یک کمی دیرتر با وقت. بله انشالله به کنترل و اتاق فرمان انشالله پیامتون رو میرسونیم. سوال شرعی اگه دارین در خدمت شما. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سلامت باشین. من هم تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. محمدی هستم. بسیار تشکر از برنامه خوب شما. برنامه آموزنده. چیزایی یاد گرفتیم از شما. خداوند سربلند و کامیاب داشته باشه شما. سلامت باشین. من از مذهب ابو حنیفه هستم. وقتی به سجده میرم بسیاری وقتا همی دعای میخونم به جای
وقتی که به سجده هستم بسم الله الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعای ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. این دعا به وقت سجده میخونم. حالا تلفظ من درست نمیتونم ببخشیم، ولی منظور معمول دعایی که به قرآن شریف نوشته شده همونه. بله. دیگه تلفظ دارم که همین رقم به ما یاد داده شده درست کامل یاد نگرفتیم. دیگه نمیفهمم آخر عاقبت ما چی میشه. دعا بکنیم به حق ما. مشکلات بسیار زیاده دارم. از مدرزهی معلول است و آمدون به این کشور نروژ بسیار سختی‌های سر ما آمد و بی اندازه دیگه نمیتونم به چی طریق بیان کنم. دعا بکنیم به حق بچه‌کام و به حق سلامت باشین. بالاخره خداوند بچه‌کام و شما و جمعی منات برای نیک هدایت کنه از راه شرک و فساد. تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. برای خیر دنیا و آخرت هدایت کنه. تشکر از برنامه خوب شما. خداوند پشت پناه شما باشه. موفق و سربلند و کامیاب. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. خداحافظ شما. سلام علیکم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. من رسول هستم. سلامت باشین. آقا رسول در خدمت شما هستیم. یک سوالی داشتم از خدمت جناب مولوی و اونم این که میخواستم ببینم که حکم رفتن به سفری که در اون ترس و خوف وجود داره. مثلا خیلی ها مثلا میترسن که به مکه برن که مبادا در فرودگاه جده یه اتفاقی براتون بیاد. تشکر میکنم از شما. اگه سوال شرعی داریم بفرمایید. گفتم که یعنی حکم رفتن به سفری که ترس. بله بله. بیننده بعدی رو بگیریم. هلو. سلام علیکم. بفرمایید. بیننده عزیز لطفاً از گیرنده صدای ما را نشنوید و از تلفن صدای ما را بشنوید. بیننده بعدی رو بگیریم. علیکم السلام ورحمة الله. و علیکم السلام. بفرمایید. استاد سوال داشتم. نظام الدین هستم از روسیه. در خدمت شما هستیم. استاد سوالم این چنین است. مرد صاحب دو همسر است و این مرد نسبت همسر اولش عدل و عدالت رو از روی شریعت اسلامی نه اونقدر رعایت میکند و به چه صورت؟ ببخشید دوباره تکرار کنید. مرد صاحب دو همسر است. دو زوجه. بله. و این مرد نسبت همسر اوله خود عدل و عدالت را از روی شریعت اسلامی نه اونقدر رعایت میکند و این مرد با سخنهای دغل به همسر اولش رفتار دارد و زندگی اینها مدت 15 سال می شود دوام دارد. این زن حقوق دارد از نظر شریعت اسلام طلاق خود طلب کند. بله. و اگر نه چی باید کرد؟ در این موضوع کمی روشنی انداختید. خیلی منظور شما از این که در واقع شوهرش عدالت رو رعایت نمیکنه دقیقاً چی هست؟ یعنی مخارجی بهشون نمیده یا کلا رها کرده ایشونو؟ 15 سال دور ازش. یعنی 15 ساله که اصلا رفت و آمد با ایشون نداره؟ نه رفت و آمد دارد. هنگامی که به خانه برمیگردد با سخنهای دغل نه اونقدر عدل و عدالت دارد. یعنی فقط اخلاقشون نامناسب هست، تنده. بله اخلاقشون نه اونقدره. بسیار. سوال دیگه هم دارین؟ سلامت باشین. جزاکم الله خیر. حیاکم الله. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوال ما شما درباره تقدیر. آیا برادرای میروان زنا میکنن یا که هر کارهای شر را انجام میدن و میگن که آیا تقدیر ما همین بوده است یا که خداوند در تقدیر همین کشیدگی بوده است و الا ما شاید این کار انجام نمیدادیم. در این گروه توضیح میده. خیلی متشکر میشیم. بله
سوالتون واضحه. بعدی سوال دیگه هم دارین؟ یک برادر کشاورزی میکنه، زمین را اجاره میگیره، کشاورزی میکنه و اندازه وای هم میتیه. آیا از پول وای زکات هم میدید؟ عشر برای وای واجبه یا نه؟ عشر شرعی. سوال دوباره مطرح کنید. سوال دوم زمین رو برای کشاورزی اجاره کرده و اجاره کرده و اندازه میدهد. بله. آیا زکات داره یا نه؟ پول زکات هم میده. وقتی که محصولات فروخت پول زکات هم میده. آیا محصولات نافروخته عشر دادن شرط است یا نه؟ یعنی به جای اینکه ایشون در واقع از خود محصولات کشاورزی زکات بده، زکات نمیدهد، اینها رو میفروشد و از پولشون زکات میدهد. بعد از پولشون زکات میدهد. از خود به همون عشر شرعی که از 10 میگفتن میدادن در این بالا توضیح میداد خیلی خوب میشه. این مواردی که کشاورزی میکنن چی هست؟ یعنی در این زمین مزرعه چی میکارن؟ پیاز، کارتوشکا، خوب و دیگر محصولات هم کپوت، کرم و لبلبون و دیگر. بسیار بله. چه محصولات خوراکه. تشکر میکنم از شما. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. محمدی هستم از هرات. آقا محمدی از هرات در خدمت شما هستیم. ظاهرا تماسشون قطع شد. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. چه سوالی داشتم خدمت استاد؟ بفرمایید در خدمت شما هستیم. بله مطلبی ابن تیمیه راجع به تعریف قرآن نوشته و گفته که چیکار کنه راجع به تعریف قرآن کافر نمیشه. من میخوایم نکنشم سالشون تماس قطع شد ظاهرا. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. مگم ببخشید من سوال داشتم. صدای شما داره پخش میشه و منتظر سوال شرعیتون هستیم. از بینندگان خواهش میکنم که از تلفن صدای ما رو بشنون. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. ما از جنوبی صحبت میکنم، اسم ما خلید است و ما یک دفعه صحبت کرده بودم همراه آقای دیکان راجع به ماه دمازده بردین مومن. بخشین صداتون واضح نیست، لطف کنید یکمی شمارتر صحبت کنید تا صدا واضح تر باشه. چطور حال خوب شد؟ الان بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. حال خوب یا خوب صحبت میکنم. حال خوب صحیح شده؟ حالا نمیدونم، یعنی شما حرف بزنید ببینم چی میشه. یعنی صدا یکمی من حرف نمیزنم، صدا به مشکلات شده باشد. ولی حال صحیح شده؟ لطفاً دوباره تماس بگیرید بهتره فکر کنم. بسیار خوب. خیلی خوب. سلامت باش. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. سوالی داشتم خدمت استاد. در خدمت شما هستیم. ابن تیمیه راجع به تعریف قرآن. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. ظاهرا تماسا و مشکل رو میشه. بیننده بعدی بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. ببخشید برادر از سوال داشتیم. در خدمت شما هستیم. همه کشیدن سیگار و ناز وضو رو میشکند یا که نه؟ یکون سوال اول من
کشیدن نوت و سیگار وضو رو میشکند؟ بله. سوال بعدیتون؟ سوال بعدی خواندن نماز ویتر. ما در تاجیکستان 3 رکعت میخونیم با دو اتحیات و یک سلام. آیا این درست است یا نه؟ با 2 تحیات و 1 سلام. بله بله. بله. سوال دیگه؟ تشکر. خدا نگهدار. سلامت باشین. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنید. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. الله برکت بیاد. از کردستان زنگ میزنم. در خدمت شما هستیم. سوال ما هم که همین انسان خواب میکند تو خوب که میشد که خواب است ورده و کم اگه حتی غلط میکنه تو با میخیزد همین حالت ببخشید سوالتون واضح نیست. اگر شماره تر جملاتون رو بگین آهسته بگین. اگر انسان خواب است بود ورده کم کرد بسیار خواب است کم خواب است بله. خواب است هم تو خیز همین حالت فورا میشکند یا نمی حالت بله یعنی وضو داره بعد به خواب میفته. آیا این خواب کم وضو رو باطل میکنه یا نه؟ تو در وقت همه که خواب میبرد و یا باره میخیزد همین حالت هم فورا میشکند یا نمی. درست. سوال واضحه. خب جزاک الله خیر. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوال داشتم. بعضی برادرها در شهر روسیه همچون مزدور کار میکنن. در صحن مسجد؟ وقتی در شهر روسیه کار میکنن صاحبی انا مزد شما را ادا نمیکنه. یعنی که روی راست میگه که من مزد شما را نمیکنم. در همین صورت برادرها زن آیا ببخشید صداتون واضح نیست. ما سوالو نمیفهمیم. یعنی متوجه به خاطر اینکه صدا خوب نیست متوجه سوال نمیشیم. اگه دوباره سوال مطرح کنین. در روسیه کار میکنین؟ یعنی بعضی برادرها در روسیه کار میکنن. بله. به حیث مزدور صاحب کار برای اونها پولشون رو نمیدهد. یعنی که علنا آشکار میگه که من مزد شما را نمیدهم. بله. اینها میگویند که آیا ما اگر از همون مواد اون چیزی با طریقه دزدی بسیتانیم آیا همین برای ما جایز است یا جایز نیست؟ بله. سوال واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ انشاءالله. خدا نگهبان تو. سلامت باشین. آخرین بیننده رو هم بگیریم. سلام علیکم. لطفا از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید و بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. تماسشون قطع شد دارم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. صداتون پایینه. صداتون خیلی پایینه و ما صداتون رو نمیشنویم. خواهر گرامی. میخواستم با آقای سوال پیگه. حالا صدا خراب شد. آخرین تماس هم بگیریم دیگه زیاد وقت نمیمونه که این برنامه بریم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. و علیکم السلام. سلامت باشین. بفرمایید. ببخشید استاد یه سوال داشتم.
یکی درباره اعتکاف دارن تماس قطع شد. تشکر میکنیم از بینندگان و در اینجا با هم یک میانبرنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. بالقرآن نحيا 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 بالقرآن بالقرآن نحيا 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 بالقرآن نحيا. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو شفیق از نفس مادر ماں نبی مجتبی دیکھو
شفیق از نفس مادر ما نبی مجتبی دیکھو در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میرا رضا دیکھو شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میرا رضا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. سوالایی که از تماس تلفنی دریافت کردیم متاسفانه خب خیلی هاشون واضح نبود و به خاطر اینکه مشکل تماس ها بود نتونستیم خیلی خوب بفهمیم، ولی تا حد توان انشالله چیزایی که فهمیدیم رو میپرسیم و انشالله پاسخ رو دریافت میکنیم. اولین بیننده سوالشون در مورد بلند کردن ریش بود. گفتن که آیا کسی ریش خود رو بلند نکنه و حتی گفتن اگه تا به اندازه 2 سانت بذاریم درسته یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من در مورد ریش و محاسن عرض کردم که سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم که عملا ایشون انجام میدادن و از سنت های قولی ایشان، یعنی احادیثی که در این زمینه وجود دارد، تأکید بر این دارند که ریش و محاسن را باید رها بکنند، یعنی به حال خود اون را بگذارند و کوتاه کردن و تراشیدنش از نظر شرعی جایز نیست و تمامی روایاتی که در این زمینه آمده بر این دلالت میکنند و گرفتنش بیشتر از 1 مشت از عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم جایز است، اما به صورت 1 سانت و 2 سانت یا کم کردن و تراشیدنش از عمل هیچ یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و بنابر دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت نگه داشتن ریش و بلند کردن ریش در واقع یک واجب شرعی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح و صریح به آن تأکید کردند. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن در مورد اینکه کسی که روزه نفلی نیت کرده از بعد غذا را بخوره این کارش چه حکمی داره؟ در مورد روزه های نفلی حکمش در این زمینه کاملا متفاوت با روزه در واقع واجب یا روزه فرض هست. روزه فرض را که یا اینکه روزه واجب را و نذری را و روزه نذر را زمانی که انسان میشکند باید یک روزی به جایش حتما روزه بگیرد. این حکم روزه فرض و روزه واجب و نذری هست. اما روزه هایی که روزه اختیاری هستند، نفلی هستند، بر انسان روزه فرض نیست، خودش میخواد در روز دوشنبه یا پنجشنبه یا اینکه در هر ماه میخواد که 3 روز را روزه بگیرد، یک روزه صرفا در واقع نفلی هست، خودش یعنی بدون هیچ سببی میخواد که روزه بگیرد، یا اینکه روزه گرفتن در روز دوشنبه و پنجشنبه سنت هست، میخواد که روزه بگیرد و این فضیلت را دریافت بکنند. در این روزه ها بنابر رأی جمهور علما شکستن روزه اشکال شرعی ندارد. شکستن روزه اشکال شرعی ندارد و جایز هست و اگر کسی روزه نفلی خودش را شکست قضا آوردن این روزه بر اون لازم نیست. در این زمینه روایات صحیح و صریحی وجود دارد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند روایت
که در سنن ابو داود هست که روایت رو تصحیح کردند از حضرت که روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند که ام هانی وارد شدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم آبی رو تقدیم کردند به ام هانی. ام هانی در واقع این آب رو خورد و بعداً گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت که من روزه بودم این آب رو خوردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الصائم المتطوع امیر نفسه، صائم و روزداری که روزدار نفلی هست این امیر خودش هست، یعنی این که اختیار خودش را دارد. ان شاء صام و ان شاء افطر، اگر بخواد که میتونه که روزه بگیرد و اگر خواست میتونه روزه خودش را کاملا بشکند. و این در واقع کاملا صحیح و صریح این روایت که اون کسی که روزه نفلی گرفته هم میتواند روزش را تمام بکند، صبر بکند تا هنگام غروب، یا اینکه روزش را بشکند. شکستن روزه نفلی نه گناه و معصیتی هست و نه کفاری دارد و نه قضا آوردن این روزه هم لازم نیست. روایت دیگری هست که در صحیح مسلم نقل شده و بیشتر کتب سته همین رو نقل کردند که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگه یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن در منزل من و فرمودند آیا غذای چیزی هست؟ ایشون گفتند که اهدی لنا حیسون، یک حلوایی رو یکی از همسایگان آورده به ما هدیه کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که به من نشان بده. بعد اینکه نشان دادند رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون غذا و از اون حلوایی که بود اون رو در واقع خوردند و بعد از این که سیر شدند ایشون فرمودند فلقد اصبحت اليوم صائما، من امروز روزه بودم منتها روزه خودم را شکستم. این از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده و از گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. شکستن روزه نفلی اشکال شرعی ندارد، جایز هست و قضا آوردنش هم لازم نیست. بله، جزاکم الله خیر. آقا محمد که بیننده همیشگیمون چند تا سوال داشتن که سال اولشون گفتن که به خاطر ماه رجب هست، الان میگن یک روز روزه در ماه رجب واجبه و ثوابش هم از رمضان بیشتره. در مورد ماه رجب هیچ گونه دلیلی برای فضیلت عبادت در ماه مبارک رجب وجود نداره. درست هست که از ماه‌های حرام هست، اما به عنوان این که در این ماه یک فضیلت اضافی بر ماه‌های گذشته ماه‌های آینده داشته باشند، چون این فضیلتی اساساً وجود ندارد و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. روزه گرفتن در این ماه که روزه اختصاصی باشد که قبلا کسی روزه نگرفته منتظر ماه رجب هست که در این ماه روزه بگیرد، یا اینکه یک روزه در این ماه مثلا فلان و بهمان مثلا ثواب را داشته باشد. هیچ گونه ثوابی برای روزهای نفلی و برای نمازهای نفلی در این ماه که اضافه از ماه‌های قبل یا بعد باشه در روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده و هر حدیثی که در مورد فضیلت ماه رجب یا در مورد فضیلت روزه گرفتن ماه رجب، در مورد نماز خواندن نمازهای نفلی در ماه رجب هست، یا در مورد قیام اللیل در ماه رجب هست، یا در مورد اعتکاف در این ماه رجب هست، یا صلات الرغائب هست، تمامی این روایات بی ارزش و غیر معتبری هستند که هیچ گونه حکم شرعی رو در این مورد نمیتوانند ثابت بکنند. پس بنابراین ماه رجب هیچ گونه فضیلتی رو اضافه بر ماه‌های گذشته و آینده ندارد و روزه و نماز و اعتکاف و نماز رغائب و بقیه عبادات در این ماه ثواب بیشتری از ماه‌های گذشته ندارند و جایز نیستم شما به خاطر برکت ماه رجب، به خاطر فضیلت ماه رجب در این ماه روزه بگیرید یا نماز اضافی بخونید. اگر یک کسی قبلا روزه میگرفته اشکال ندارد، بنابر عاداتی که در ماه‌های گذشته داشته، مثلا دوشنبه و پنجشنبه رو روزه میگرفته، در این ماه هم روزه بگیرد، اشکال ندارد. یک فردی همیشه عادت بوده شبها قیام اللیل میخونده یا نماز نفل میشه میخونده، اشکال ندارد در این ماه هم بخوند. اما کسی که قبلا نخونده صرفا به خاطر این که در این ماه فضیلت بیشتری رو دارد، ثواب بیشتری رو دارد بخواند، این در واقع معصیت کرده. این از عمل رسول الله، صحابه و از گفتارشون در واقع ثابت نیست و ماه رجب هیچ گونه فضیلتی و هیچ گونه مزیتی بر ماه قبل رو در واقع ندارد و ثواب نماز در ماه رجب، ثواب روزه و بقیه عبادات دقیقاً همون ثوابی هست که در ماه‌های دیگر داره. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدیشون در مورد نیت نماز بود که گفتن آیا گفتن نیت و بر زبان آوردن نیت واجبه یا همون قصدی که برای نماز است کافی؟ نیت در هیچ یکی از عبادات تلفظ کردن شرط نیست. در هیچ یکی
از عبادات تلفظ کردن نیت، یعنی بر زبان آوردن یک جمله عربی یا جمله فارسی یا هر زبان دیگری بر زبان آوردن چنین جمله نه واجب هست، نه فرض هست و نه سنت هست و نه حتی مستحب هم نیست. نیت کار دل هست. نیت یعنی اراده قلبی، خواست قلبی، تصمیم قلبی. همین که شما بلند میشوید، میدونید که الان اذان ظهر را گفته، وقت نماز ظهر است، شما بلند میشوید، میروید وضو میگیرید، میرید در مسجد و نماز را شروع میکنید، همین نیت نماز ظهر است. یعنی این که شما در قلب خودتون تصمیم گرفتید برای خواندن نماز ظهر و عملا رفتید نماز ظهر را خواندید، این نیت شما هست و تصمیم قلبی شما هست و در واقع عبادت شما کاملا درسته. نیت زبانی هیچ گونه اعتباری رو ندارد، نه لازم هست، نه واجب هست، نه فرض و مستحب هم نیست و در هیچ یک روایتی از روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما این گونه آموزش نداده. وقتی که شما نیت کردید مثلا با این جمله نیت بکنید که مثلا نویت ان اصلی صلات الظهر، فرض الظهر، یا نیت کردم که 2 رکعت نماز عصر بخونم یا سنت عصر یا ظهر یا نماز فرض ظهر یا عصر بخونم، چون این چیزی مطلقاً در هیچ یکی از مذاهب اهل سنت و الجماعت وجود ندارد و از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی ثابت نیست. بلکه برعکس، اگر شما مثلا نماز ظهر بود میخواستید که نماز ظهر را بخونید، وقتی که سر مصلی در مسجد ایستادید که نماز ظهر را بخونید، از زبان شما بر اومد که میخواهم یا نیت کردم که نماز عصر را بخونم یا نماز مغرب را بخونم، نماز ظهره، اما با زبان شما نیت نماز عصر را کردید، نماز مغرب را کردید. نیت قلبی شما این است که نماز ظهر را میخونید، اون نیت قلبی شما معتبر هست و این زبان شما معتبر نیست، زیرا که اساساً نیت کردن کار دل هست و زبان هیچ گونه نقشی رو در این زمینه ندارد. و بالفرض اگر شما با زبان تنها بگویید و در قلب هم نیت این رو نداشته باشید، این نیت درستی نیست. پس بنابراین نیت در تمام عبادات صرفاً کار قلب هست و نیت زبانی هیچ گونه اعتباری رو ندارد. رأی شخصی بعضی از فقها هست، بعضی از فقها مانند امام نووی رحمت الله علیه اگر اشتباه نکنم نظرشون این است که اگر کسی با زبان هم نیت بکند اشکالی ندارد، خوب هست، جایز هست، پسندیده است، به خاطر اینکه دل و زبان انسان یکی باشد. اما عرض کردم که در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم این هیچ گونه اصلی رو ندارد و در هیچ یکی از مذاهب اهل سنت و الجماعت این را به عنوان سنت یا واجب یا اینکه در واقع فرض باشد کسی اینو تعریف نکرده. پس بنابراین نیت کار قلب هست و نیت زبانی نه لازم هست و نه واجب و نه فرض هست و هیچ گونه اعتباری رو در نماز شما هم ندارد. جزاکم الله خیر. سوال بعدیش این بود که طلا را به عنوان امانتی میذاریم پیش یک شخصی و 1 میلیون قرض میگیریم از اون شخص و در مقابل ماهی 40,000 تومان یا 50,000 تومان به او میدهیم و بعد پول کامل طلا را باز میگردانیم. آیا این کار از نظر شرعی درسته یا نه؟ صورت مسئله این که طلایی را گرو میگذارند یا رهن میگذارند در یک نزد یک انسانی، چه طلا باشه یا غیر طلا باشه، و در مقابل یه مبلغی رو که شون فرمودند که 1 میلیون هست از اون در واقع به قرض میگیرن و این طلا نزد اون صاحب پول گذاشته میشه و زمانی که شما تمام 1 میلیون رو دوباره بازگرداندید اون مال خودتان رو طلا رو دوباره پس میگیرید. تفاوتی نداره که این پول را 1 میلیون را شما قسطی تحویلش بدهید، ماهانه تحویلش بدهید یا اینکه یک جا اینو تحویل بدهید. این عمل جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. در صورتی که اگر شما 1 میلیون گرفتید از صاحب مال، اون کسی که طلا رو بهش در واقع رهن گذاشتید پیشش و 1 میلیون پس میدهید، همون 1 میلیونی رو که گرفتید 1 میلیون دوباره تحویل میدهید. ولی اینکه قسطی باشه مشکلی نداره، در 10 قسط بدن کمتر بیشتر، منتها همون 1 میلیون هست، بیشتر نمیدهند. 1 میلیون گرفته، بله 1 میلیون گرفته 1 میلیون تحویل میده. ولی اینکه قسطی باشه ماهی 40,000 تومان مثلا تحویل بده. وقتی که 1 میلیون کامل شد، حقش رو کاملا گرفت، طلا رو شما دوباره از اون تحویل میگیرید. این صورت اشکال نداره. اما در صورتی که 1 میلیون به شما داده 1 میلیون و 100,000 میگیره، این جایز نیست. اما اگر همون مبلغی رو که به شما داده همون مبلغ رو میگیرد، منتها به صورت اقساطی از شما تحویل میگیرد، هیچ گونه اشکال نداره و این رهن شرعی و جایزی هست و کاملا جایزه و نه شکی در آن هست و هیچ شبهه‌ای هم در آن نیست. بله، جزاکم الله خیر. و عبدالله از افغانستان گفتن که خب شخصی با زنش دچار دعوا شده
ولی قصد طلاق نداشته، گفته که برو از خونه بیرون، برو خانه پدرت و من با تو کاری ندارم، اما نیتش رو مشخص نکرده که طلاق است. یعنی در صورتی که الفاظ کنایه هستند حتما نیاز به نیت هست، یعنی این که نیت گوینده الفاظ کنایه طلاق باشه. در صورتی که نیتش طلاق باشد طلاق واقع می شود و در صورتی که اساسا نیتی نداشته باشد یا بی اختیار بر زبانش جاری بشود یا اینکه نیتش نیت طلاق نباشد، در این صورت طلاق واقع نمی شود. با الفاظ کنایه بدون نیت یا این که خودش نمیداند که نیت داشته یا نیت نداشته یا نیتی غیر از طلاق داشته، در این صورت ها طلاق واقع نمی شود. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی در مورد این بود که گفتن اگر کسی نامزد کرده باشد و عقدم صورت گرفته باشه، با هم نشست و برخاست داشته باشند به جز جماع صورت نگرفته باشد، آیا همبستری رخ داده است یا نه؟ بله، در صورتی که پسر و دختر در واقع عقد کرده باشند، یعنی ایجاب و قبولی صورت گرفته باشد و عقد شرعی خونده باشند، اینها نامزد نیستند، اینها زن و شوهر همدیگر هستند. این اصطلاح نامزدی در اینجا یک اصطلاح در واقع غیر واقعی هست. نامزد نیستند بلکه زن و شوهر همدیگر هستند. با ایجاب و قبول کردن و با خواندن عقد زن و شوهر میشوند و تمام مواردی که میان زن و شوهر جایز هست و حلال هست در میان این دو نفر کاملا جایز و حلال هست. و منظور از همبستری همون مقاربت هست، نزدیکی کردن هست و انجام دادن عمل مقاربت و همبستری هست. خود این که صحبت کردن و خلوت کردن این به عنوان همبستری شمرده نمی شود. اما تا زمانی که عقد شرعی صورت گرفته، یعنی این که زن و شوهر هستند و تمام اموری که بین زن و شوهر حلال هست در میان این دو نفر کاملا حلال و جایز هست. بله، جزاکم الله خیر. یعنی بعدی از تاجیکستان بودن، گفتن که قرضدار شدن از راه قمار آیا از نظر اسلامی اعتبار دارد یا نه؟ قرض قمار به صورت کلی در حرمتش آیات قرآن صریح است و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و خوردن مال مردم به ناحق هست و انسان نباید چنین کاری رو اساساً انجام بدهد. و وقتی که چنین کاری رو انجام داد و اگر طرف مقابل خواستار این در واقع حق خودش بود و شاید از نظر قانونی در یک جای میتوانست این رو اثبات بکند یا اینکه در واقع قدرتی رو داشت این رو میتواند از شما بگیرد، شما هم چاره جز پرداخت آن رو در واقع ندارید. اما اصل این قمار عرض کردند که حرام هست و از نظر شرعی اون کسانی که قمار رو انجام دادند نباید این رو دوباره بگیرند. یعنی همون کسی که قمار میدهد و همون کسی که قمار رو در واقع باخته یا اینکه میگیرد یا میدهد باید توبه بکنند و اون مبلغی رو که برگردن دیگران از طریق حرام دارند به هیچ عنوان نباید این رو بگیرند. اما اگر فرض کنیم یک فردی برگردنش قمار باشد و در واقع این پرداختش نکرده باشد، اساساً همون گناه قمار برگردنش هست و این که این رو پرداخت کرده یا پرداخت نکرده یک امر کاملا جداگانه هست و اگر واقعا ورثه‌اش هستن میتونه این رو پرداخت بکنند اولاتر و بهتر است و اگر پرداخت نکنند این میمونه به آخرت که قضاوت الله متعال در این زمینه چی باشد. اصل قمار که حرام بوده، گناهی رو انجام داده، اگر از اون قمار توبه کرده انشالله امیدوار هستیم که الله متعال اونو ببخشد و معاف بکند. بله، جزاکم الله خیر. آقا محمدی گفتن که در وقت سجده در نماز دعایی میخونم که ذکر کردم مثل دعای رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی الی آخر دعا. گفتن این آیه قرآنیه و من تلفظش رو خوب بلد نیستم، آیا گناهکار میشم یا نه؟ تلفظ صحیح بود، اشکال نداره. در رب اجعلنی مقیم الصلاة این دعایی که شما فرمودید دعای قرآنی هست و خوندن این دعا در حالت سجده هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی در واقع ندارد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که انسان به پروردگار دارد در حالت سجود هست. فاکثروا فیه من الدعاء فقمن ان یستجاب لكم، در سجده دعا بکنید زیرا که سزاوار هست که الله متعال در هنگام سجده دعای شما را در واقع قبول بکنند. این دعا و دعاهای دیگری که از سنت ثابت شده یا دعاهای دیگری که به زبان عربی باشد در خواندن در هنگام سجده هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و کاملا درسته و خللی در نماز هم ایجاد نمی کند. این دعا که دعای در واقع قرآنی باشد که اولاتر و بهتر هست و دعایی که ایشون تلفظ کردند و خوندند کاملا تلفظشون صحیح بوده و در این زمینه نباید ایشون وسواس و دغدغه‌ای رو در
واقع داشته باشند و دعا میکنیم که الله متعال گرفتاری این برادر عزیزمون را که اشاره کردن مشکلاتی رو دارن، ان شاء الله الله متعال تمامی مشکلات شما را حل بکند و رفع بکند مشکلات شما و تمامی مسلمانان را. و نقطه دیگر که این که مطمئن باشید در مقابل این مشکلات و در مقابل گرفتاری هایی که شما در زندگی دیدید، اینها ثواب هست برای شما در روز قیامت. در روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده که تمامی امر مؤمن برایش خیر هست، حتی شاکت و یشاکو، حتی خاری که به پای انسان فرو می رود اینم در واقع یک کار خیر هست و یک ثوابی رو برای این انسان در واقع داره. تمام مصیبت ها و تمام غم و رنجی رو که انسان در دنیا تحمل می کند در روز قیامت حتما ان شاء الله الله متعال پاداش این سختی ها رو به شما خواهد داد. و به صورتی که در روز قیامت وقتی که یک انسان رنجور و بیمار رو در روز قیامت در دنیا که بوده در قیامت می روند، وقتی که نعمت های قیامت را می بیند و آرزو می کند کاش که در دنیا من روز خوشی رو نمی دیدم. یه ازش سوال می کند آیا تا به حال تو در دنیا غم و رنج و سختی رو دیدی؟ میگه الله من هیچ غم و دردی رو در دنیا من تحمل نکردم، به خاطر پاداش عظیمی رو که در روز قیامت ان شاء الله مشاهده خواهد کرد. امیدوار هستم که الله متعال مشکلات شما و تمامی بینندگان رو ان شاء الله حل بفرماید و مشکلاتی رو که شما تحمل کردید اینها تبدیل به ثواب و اعمال خیر برای شما ان شاء الله بگردد. آمین. جزاکم الله خیر. بیان بعدی هم سوال توضیحی داشتن و در آخر کل سوالشون این بود که شخصی 2 تا همسر دارن و از نظر اخلاقی مشکل داره و اخلاقش تنده. آیا همسرش اجازه داره که طلاق بگیره؟ طلب کردن طلاق اساساً یک کار ناجایز و حرامی هست. طلب کردن طلاق به صورت اصل و اساس و در واقع تباه کردن و نابود کردن یک زندگی مشترک این کار شایسته نیست و حرامی هست و اون کسی که بدون دلیل این کار رو انجام بدهد رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این کسی رو در واقع نفرین کردن. روایتی هست در سنن ابو داود و سنن ترمذی که علامه البانی رحمت الله علیه این روایت رو تصحیح کردن، گفتند که و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیها الجنه. هر کسی و هر زنی که بدون دلیل از همسرش و شوهرش در واقع تقاضای طلاق بکند فحرام علیها رائحة الجنه، بوی بهشت برای چنین زنی در واقع حرام هست و این در واقع یک نوع نفرین هست و یک دعای بدی هست از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. این در موردی هست که طلب طلاق بدون دلیل باشه، بدون دلیل و عذر موجهی باشد. منتها اگر انسان در یک زندگی هست که زندگی رو برای خودش مناسب نمیداند و در این زندگی راحت نیست و مشکلاتی رو دارد، طلب کردن طلاق جایزه. از نظر شرعی چندین مورد هستند که طلب طلاق در واقع جایز است. مورد اول مثلا عجز و ناتوانی شوهر ثابت بشود که این شوهر فرض کنیم که به این زن نفقه شرعی نداده، به این زن در واقع نفقه نداده یا مسکن نداده یا حتی معاشرت نکرده با این زن، از نظر جنسی فرض کنیم که به این زن رسیدگی نمی کند و ناتوان هست. در این صورت ها زن می تواند که برود تقاضای طلاق بکند و هیچ گناهی بر اون نیست. یا در صورتی که این زن در واقع حرمت و کرامتش زیر سوال رفته، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، شوهر همیشه اون رو اذیت می کند، می زند و اینکه فحش و دشنام می دهد به این زن، باز هم جایز هست که برود تقاضای طلاق بکند. یا اینکه فرض بکنیم که شوهرش رفته به یک سفر طولانی که بدون اجازه شوهر به زن رفته و زن راضی نیست و این سفر هم سفر ضروری نیست که عملا به خاطر سفر رفتن شوهر این در واقع حقوق شرعیش به این زن در واقع نمیرسد و هم از این که حقوق جنسیش باشند یا حقوق مالی باشند، حقوق احساسی و عاطفیش باشند، یا این که فرض کنیم شوهر در واقع گم شده باشد یا این که اساساً عیبی رو داشته باشد و نتواند که اون لوازم و حقوق زناشویی رو برآورده بکند. در این صورت ها طلب طلاق کردن از جانب زن از نظر شرعی جایز است و گناه شرعی ندارد. اما طلب طلاق بدون دلیل و بدون عذر موجه، عرض کردم که چنین چیزی در واقع جایز نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند زنی که بدون دلیل طلب طلاق بکند رایحه و بوی بهشت را در روز قیامت دریافت نخواهد کرد. جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد تقدیر سوال داشتن، گفتن که بعضی هستن که زنا میکنن و کارهای خلاف شرع رو انجام میدن ولی بهانه میارن که در تقدیر ما این چیزا نوشته شده و اگر
تقدیر نشده بود که ما این کار میکنیم موفق به انجام آن نمیشیم. در مورد تقدیر این شکی وجود نداره که تقدیر رو الله متعال قبلا نوشته. یعنی زیر اساس و مبنای تقدیر الله متعال علم الله متعال هست. یعنی این که الله متعال میدانسته در ازل که تا قیام قیامت و بعد از قیامت چه اتفاقاتی میافتد، چه اتفاقاتی برای چه کسی در واقع میافتد. تمامی این اتفاقات رو الله متعال نوشته. تمامی این اتفاقات رو الله متعال نوشته. در این شکی وجود ندارد نمازی که شما میخوانید، روزه‌ای که میگیرید یا گناهی رو که انجام میدهید، تمام اینها رو الله متعال میدانسته و اینها رو نوشته. بحث تقدیر، نوشتن تقدیر، این که الله متعال سرنوشت ما رو رقم زده، این یک بحث کاملا جداگانه هست. اما استدلال از تقدیر برای توجیه کردن گناه، این یک مبحث کاملا جداگانه هست. به طور مثال من یا شما الان نمیدونیم که فردا برای ما چه کاری در واقع الله متعال اونو مقدر کرده. یا این فردی که میره و زنا میکند، سرقت میکند یا گناهی رو انجام میدهد، از کجا میداند که در واقع این گناه برایش نوشته شده؟ تا زمانی که خودش این گناه را انجام ندهد نمیداند که آیا این گناه برایش میسر هست یا میسر نیست. آیا این گناه را یا فلان عبادت را الله متعال برایش نوشته یا ننوشته. بعد از انجام عبادت و بعد از انجام گناه بله ما تازه متوجه میشیم که بله الله متعال اینو بر من نوشته بوده. و این تقدیر سابق الله متعال به هیچ عنوان دلیلی و توجیهی و بهانه‌ای برای گناهانی که من شما انجام میدهیم این در واقع توجیه قرار نمیگیرد. زیرا که هر انسانی که میخواد یک کاری رو انجام بدهد خودش میداند که میتواند این کار رو انجام بدهد یا انجام ندهد. یعنی این که انسان در دنیا هر کاری رو که انجام میدهد این کار بر اساس در واقع اختیار خود انسان هست، به صورت مجبور نیست. چون که تقدیر بر من نوشته من مجبور نیستم که این کار رو انجام بدم. یعنی قبل از انجام کار من کاملا اختیار دارم. به طور مثال من الان اختیار دارم از نظر عقلی و از نظر ظاهری و از نظر شرعی من اختیار دارم که این لیوان رو من بردارم از روی میز یا بر ندارم. هیچ فشاری بر روی من نیست و من در واقع چاره دارم از این که میتونم بردارم یا بر ندارم. مثلا دستم میبرم این لیوان رو، مثلا من الان برداشتم، با اختیار خودم برداشتم، میتونم این لیوان اینجا گذاشته دستم رو بیارم نزدیک بردارم دوباره انصراف بدم برش ندارم. یعنی این که از نظر عملی و ظاهری و از نظر عقلی و شرعی من مجبور محض نیستم برای انجام این کار، نه برای انجام عبادت و نه برای انجام در واقع گناه. و این که الله متعال به ما ثواب میدهد در مقابل عبادت و طاعت ها و مجازات میکند در مقابل گناهان، این به خاطر همین اختیار ما هست، به خاطر اختیار ما هست که ما این کار رو انجام دادیم. پس بنابراین تقدیر بهانه‌ای برای انجام گناه نمیشود. حتی خود اون کسانی که بهانه میگیرند و این تقدیر رو در واقع بهانه قرار میدهند چون که در تقدیر فلانی مثلا زنا نوشته، پس بنابراین الله متعال نباید این رو مؤاخذه بکند، نباید این رو در واقع ما سرزنش بکنیم چرا فلان کار رو انجام دادیم. خود این فردی که این بهانه رو میآورد به این بهانه خودش ایمان ندارد، به این توجیهی که خودش میکند در واقع این توجیه رو قبول ندارد. به طور مثال همین کسی که مثلا گفته که خب من چه کار بکنم، الله متعال این گناه رو برای من نوشته بوده، من این گناه رو انجام دادم، شما چرا دخالت میکنید؟ شما چرا منو سرزنش میکنید؟ چرا الله متعال مرا در واقع مجازات میکند یا به جهنم میاندازد؟ مثلا مثال سادی، همین فردی که این بهانه رو میآورد یک سیلی شما بهش بزنید، یک سیلی به این فرد مثلا بزنید، ببینید واکنشش چی هست. فوراً اعتراض میکند که چرا به من سیلی زدید؟ خب شما میتونید در مقابل بگید خب من چاری نداشتم، تقدیر بوده که من شما رو بزنم، حالا زدم، چرا اعتراض میکنید؟ اگر واقعا تقدیر برای شما توجیه میکند، بهانه‌ای هست که گناه رو انجام دادید، خب توجیه برای گناه دیگران هم هست، توجیه برای تعرض دیگران، برای این سیلی هم می شود. پس بنابراین معلوم شد خود این فرد در واقع به این توجیه خودش ایمان ندارد و باور ندارد، این صرفا یک نوع فرار هست، میخواد گناه خودش رو بر گردن تقدیر بیاندازد. تقدیر رو شما اطلاع ندارید، تا زمانی که انجام نشده شما اطلاع ندارید و گناهی رو که انجام دادید و عبادتی رو که انجام دادید با اختیار خودتون انجام دادید. پس بنابراین اگر اطاعت رو انجام بدهید باعث ثواب شما خواهد بود و باعث توصیف و
تمجید شما خواهد بود و اگر گناهی رو انجام بدهید این منجر به مجازات شما و نکوهش شما خواهد بود و این هیچ گونه تضادی رو با تقدیر الله متعال در واقع ندارند و هیچ انسانی در دنیا در واقع مسیر نیست، بدون اختیار کاری رو انجام نمیدهد. مثال دیگری که عرض بکنم دقیقا مانند این است: علم الله متعال علم کامل و بدون عیب و نقصی هست. یعنی این که الله متعال در ازل میدانسته که اگر این بنده به اختیار خودش در دنیا رها بشود فلان کار رو در واقع انجام میدهد. دقیقاً مثل این که فرض کنیم یکی پدری به فرزند خودش فرزند یک مبلغ مالی رو میدهد، عادت فرزندش رو میداند که اگر این دست به این پولی دستش بیاد فوراً میرود سر کوچه و بقاله تمام این پول رو یک جا خرج میکنن. بهش میگه نگاه بکن اگر من این پول رو دادم من میدونم که تو اینو میری فلان جا خرج میکنی. خب اما اون بچه‌ای که میرود در واقع بر اساس چی هست؟ این حرفی رو که این فرد زده پدر زده بر اساس چی؟ علم سابقش هست. من به تو پول نمیدم. چرا پول نمیدی؟ چون که من میدونم اگر پول دادم میره در فلان جا مثلا بیهوده مصرفش میکنیم. علم الله متعال نسبت به اعمالی که ما انجام میدیم دقیقاً مثل فرض کن یک مثلا در این استودیو مثلا یک مهندسی که میاد میدونه که اون طرف استودیو مقدار شیب داره، با همون علمی که دارد و درایتی که دارد تجربه‌ای که دارد میگه اگر شما در اینجا آبی رو بریزید این آب از اون گوشه استودیو سر در می آورد. یعنی این که الله متعال علمش کاملا یک علم دقیقی بوده و میدانسته که این انسان اگر در دنیا رها بشود بر اساس انتخاب خودش و با اختیار خودش فلان و فلان کار رو در واقع انجام میداد. الله متعال به خاطر علم خودش هیچ کسی رو مؤاخذه نمی کند. به خاطر انجام عملی که انسان انجام داده و با اختیار خودش انجام داده الله متعال معیار ثواب و معیار مجازات در واقع این مورد هست. یعنی انجام عمل با اختیار هست، نه این که علم الله متعال در این زمینه در مجازات کردن انسان نقصی رو داشته باشه. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی سوالشون این بود که گفتن زمین کشاورزی را اجاره کرده شخصی و زکات پولش را از اون درآمدی که کسب کرده میدهد، آیا باز هم عشر محصولات را باید پرداخت بکند یا نه؟ اساساً در مورد عشر در واقع محصولات اختلاف دیدگاه وجود داره. اساساً زکات در محصولات اختلاف وجود داره در میان دیدگاه فقهای اربعه اهل سنت و الجماعت که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمینه نظرش این است که تمامی محصولات کشاورزی، نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، تمامی محصولات کشاورزی در واقع زکات دارند. تمامی محصولات کشاورزی زکات دارند که در واقع همون به قول ایشون 10 هست یا استدلال میکنند از حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فی ما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر، در اون مواردی که در واقع با چشمه آب داده می شود یا اینکه با آب باران آب داده می شود مزرعی، در اینها خمس هست. و ما سقی بالنضح نصف العشر، و اون مواردی که با در واقع موتور آب داده می شود یا با دست یا با کشیدن آبیاری می شود در اینها نصف عشر هست. یعنی این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که در تمام محصولات در واقع زکات وجود دارد که این زکاتش عشر هست یا نصف عشر هست. اما از دیدگاه بقیه اهل سنت و الجماعت، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، تا زمانی که این محصولات به 5 وسق نرسند زکاتی در این زمینه وجود نداره، به دلیل حدیثی که در صحیحین هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس فی ما دون 5 اوسق من التمر، یا در روایت دیگر اومده والحب صدقه، کمتر از 5 وسق در واقع زکات نداره، صدقه ندارد. عموم فقهای اهل سنت و جماعت این نظر را دارند که در محصولات کشاورزی کمتر از 5 وسق تقریبا حدود 600 کیلوگرم می شود این زکات ندارد و برای زکات دادن این هم شرط میدونند که این جزء فواکه و سبزیجات و میوه‌جات در واقع نباشد. مواردی که قابل ذخیره است، جو هست، گندم هست، ذرت هست، برنج هست، این موارد از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و جماعت در واقع زکات ندارند. فقط اون چیزایی که ذخیره میشوند، گندم و جو، اینها در واقع زکات دارند. اما بقیه محصولات که علف باشه و میوه‌جات باشند، سبزیجات باشند، اینها از دیدگاه عموم اهل سنت و جماعت زکات ندارند. فقط در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که اینها زکات دارند.
شوند. اگر با آب باران یا آب چشمه آبیاری شدند عشر دارند. اگر با دست آبیاری می شوند یا با تراکتور و با موتور و با دینام آبیاری می شوند، در این صورت نصف عشر در اونها به عنوان زکات لازم می شود. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معیاری رو مشخص نکرده، یعنی چه کم باشند چه زیاد باشند عشر یا نصف عشر در اونها واجب می شود. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز است که انسان از خود اون محصول در واقع زکاتش را بدهد، عشرش را بدهد، یا اینکه محصول را بفروشد و از پولشون زکات را بدهد. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هر دو مورد جایز است، اما اولاتر این است که از خود محصول این زکات را در واقع بیرون بکند. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی در مورد سیگار سوال داشتن، گفتن که آیا کشیدن سیگار و ناس وضو را باطل میکند یا نه؟ نه خیر، به عنوان یک حکم شرعی تا زمانی که منجر به زوال عقل و به مستی و مدروشی نرسیده این موجب شکستن وضو نمی شود، که وضوشون کاملا صحیح است و میتونند با این وضو نماز بخونند. منتها مشکل دیگری که در اینجا وجود هست این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اون کسانی که پیاز میخونند یا از این پیاز و تره و موارد دیگر که در واقع بو دارند، فلا یقربن مساجدنا، من اکل من هذه شجره المنتنه فلا یقربن مساجدنا. کسانی که از این شجره ها و از این در واقع پیاز یا تره چیزی رو که بدبو هست از اینا خوردن نزدیک مسجد ما نروند. اون کسی که دهانش بوی سیگار میدهد این اولاتر هست بر این من، یعنی جایز نیست که بعد از این که شما سیگار کشیدین فوراً بروید در مسجد نماز بخونید یا حتی در خونه، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الملائکه تتأذى مما یتأذى منه بنو آدم، فرشتگان از اون چیزی که بنی آدم در واقع آزار میبینند فرشتگان هم آزار میبینند، یعنی از بوی بد دهن شما، چه از پیاز و سیر باشد یا اینکه از بوی سیگار باشد، در اون حالت انسان نباید نماز بخواند. اما شکستن وضو یک حکم دیگر هست. با کشیدن سیگار در واقع وضو انسان نمیشکند، اما این مورد بدبوی دهان رو باید حتما مراعات بکنند. سپاسگزارم از شما. بیانیه بعدی در مورد نماز وتر سوال داشتن که گفتن 3 رکعت نماز وتر میخوانیم با 2 تحیات و 1 سلام. چجوری؟ این روشی که ایشون اشاره کردن روش مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، مذهب احناف است که من قبلا اشاره کردم که خوندن وتر به 3 رکعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است که 3 رکعت با 2 سلام باشه، یعنی 2 رکعت بخونن سلام بدن بعد 1 رکعت بخونن، یا 3 رکعت بخونن با 1 تحیات و 1 سلام. 3 رکعت با 1 تحیات و 1 سلام این از عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است. اما کسانی که مقلد امام ابو حنیفه یا مذهب امام ابو حنیفه هستند از نظر شرعی اشکال ندارد. اون عالمی که بهشون فتوا داده که شما نماز وتر را 3 رکعت با 2 تحیات بخونید و 1 سلام، از نظر شرعی ایشون در واقع بری الذمه هستند. وقتی که فتوا عالم شما به شما فتوا داده یا مذهب شما به شما فتوا داده، برای شما جایز است این عمل را انجام بدید. اما من عرض کردم که این صورت وتر خوندن دقیقاً و با اوصاف دقیق از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده و علمای احناف اینو قیاس میکنن بر وتر در واقع روز، وتر روز که نماز مغرب هست، اینو قیاس میکنن بر وتر روز و نماز مغرب این گونه خوندن. عملا ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز وتر را 3 رکعت را با 1 سلام و 2 تحیات خونده باشند. منتها شما که مقلد امام ابو حنیفه یا مذهب حناف هستید برای شما اشکال ندارد و که این گونه نماز بخونید و نمازتون ان شاء الله که مورد قبول الله متعال قرار بگیرد. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی گفتن که بعد از وضو دچار خواب کم شدیم، یعنی مقداری خوابیدیم، آیا وضو رو باطل میکنه؟ در مورد خواب خود، اگر این خواب یک خوابی باشه که به صورت کلی انسان احساس خودش را از دست بدهد، این موجب شکستن وضو می شود. یعنی خوابی که انسان کاملا خوابیده باشه، به پشت خوابیده باشد مثلا، یا اینکه به پهلو خوابیده باشد، به صورتی هست که به صورت کلی در واقع حواسش دیگه کار نمی کنند و در خواب عمیقی در واقع فرو رفته باشه. و عموم فقهای اهل سنت و الجماعت اگرچه خود خواب را اساساً به صورت اصلی ناقض وضو نمیدانند، اما مظنه شکستن وضو هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که العینان وکاء السه، یعنی چشمها در واقع بند دوباره انسان هستند، به این معنی که وقتی که انسان خواب میرود اختیار خودش را کاملا از دست میدهد. احتمال دارد که از اون بادی خارج شده باشد و وضوش شکسته باشد، به خاطر این احتمال باید چیکار بکند؟ وضو بگیرد. و همچنین روایت دیگری که در این
زمینه وجود دارد. در سنن ابن ماجه با سند حسن اومده، صفوان ابن عسال میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد مسح بر موزه به ما دستور داده بود که وقتی که ما در سفر هستیم موزه های خودمان را نکشیم تا 3 شبانه روز، یعنی تا 3 شبانه روز موزه در پا باشد میتونید بر اون چیکار بکنید؟ مسح بکنید، این را نکشیم الا من جنابت، مگر در صورتی غسل بر انسان واجب بشود. در ادامه این روایت آمده لکن من غایت و بول و نوم، اما برای مثلا دستشویی رفتن، ادرار و مدفوع یا خوابیدن، در این موارد ما میتونیم که بر موزه مسح بکنیم بدون اینکه موزه رو در واقع بکشیم یا پا را بشوییم. از این دلایل ثابت می شود که خوابی که به صورت کلی باشد که انسان رو احساس نکند و صدای مردم را نشنود و کاملا خواب باشد، این خواب در واقع شکننده وضو هست. اما در مورد خواب سبکی در واقع که به اندازه 1 چرت باشد، این شکننده وضو نیست. این شکننده وضو نیست به دلیل روایتی که در سنن ترمذی هست. حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که می اومدند نماز میخوندند کانوا ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم، تا اینکه سرهاشون در واقع میافتاد میرفت پایین از بس که چرت میزدند. ثم یقومون ثم یصلون ولا یتوضؤون، بلند میشدن و نماز میخوندند و بدون اینکه وضو بگیرند. این روایت هم در سنن ابو داود هست. پس بنابراین اگر به عنوان 1 چرت باشه، خواب سبکی باشه، این شکننده وضو نیست. اما اگر خواب کاملی باشه، بنابر قول عموم فقها در مظنه شکستن وضو است، پس بنابراین باید وضو بگیرد. جزاکم الله خیر. زمان زیادی هم نمونده و آخرین سوال بیاندم اینه که گفتم بعضی‌ها در روسیه کار میکنن ولی صاحب کار به آنها پولشون رو نمیده، حقوق ماهانه‌شون. آیا اگر این کارگرها از مواد کار در عوض اون پولشون بگیرن جایزه یا نه؟ از نظر شرعی انسان با هر صورتی که میتواند باید از نظر شرعی اجازه دارد حق خودش را از ظالم بگیرد. حق خودش را، مال خودش را، دفاع از مال خودش هست. به هر صورتی که برایش ممکن باشد میتواند که از مال خودش دفاع بکند و مال خودش را از اون کسی که بناحق این مال را تصرف کرده یا نمیخواد حق دیگران را بدهد، میتواند که با توسل به زور هم مال خودش را در واقع از اون فرد بگیرد. اگر میتواند که از طریق قانونی و از طریق اثبات شرعی یا در محاکم قانونی برود ادعای خودش را اثبات بکند و حق خودش را بگیرد، این اولاتر و بهتر است. اما اگر از این طریق برایش میسر نبود و قطعا و 100% میداند که این حق را دارد، یعنی بر اساس یک توافقی در میان شما و در میان صاحب کار شما یک کاری رو انجام دادید و نهایتا صاحب کار برخلاف اون توافقی که انجام داده بود، برخلاف اون وعده‌ای که داده بود، حق شما را نمیدهد، از نظر شرعی شما میتوانید که ولا بدون اجازهش باشد از اون مالش به اندازه حق شرعی و قانونی خودتون شما بردارید. این مورد جز موارد سرقت محسوب نمی شود. اگر توانستید با رضایت بگیرید که فبها بهتر هست، و اگر نتوانستید با زور و با اعمال زور هم شما می توانید مال خودتان را از اون غاصب در واقع دریافت بکنید. سپاسگزاریم از شما، خسته نباشید. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم و در اینجا با هم به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك